عادت‌ها می‌توانند سببی به موفقیت رسیدن شما و یا عاملی برعکس آن شوند. عادت‌های بد با وجود آمدن و رشدشان می‌توانند روش زندگی ما را به گونه تغییر دهند که هدف‌هایمان را فراموش کنیم و از آنها دور شویم. عادت‌های خوب و مفید می‌توانند خالق یک زندگی پر از شادی و سرشار از موفقیت باشند. دقت و توجه به سبک زندگی افراد موفق ما را به این نتیجه می‌رساند که آنها هر روز به گونه تلاش و فعالیت می‌کنند که بیشتر و بیشتر سبب موفقیتشان می‌شود و آنها را به هدفشان نزدیکتر می‌کند. این بدان معنا نیست که افراد موفق کامل هستند، اما در برابر این همه در برخی کمبودی‌ها آنها تلاش می‌کنند کارهایی را انجام دهند که دارایی تأثیری مثبت داشته باشند. در این قسمت به برخی از این عادت‌ها اشاره می‌کنیم و باوری کامل داریم که برای شما مفید خواهند بود. اصول یکم افراد موفق که با آنها عادت شده است این است که از وقت بسیار به مورد استفاده می‌کنند. ما هر روز با حجم زیادی از کار و وظیفه‌های انجام شده روبرو هستیم، به گونه‌ای که تمرکز بر روی آنها فشار و استرس زیاد به ما تحمیل می‌کند. ذهن ما روزانه درگیر آینده و مسئله‌های مربوط به آن است، در حالی که افراد موفق وقت و انرژی خود را با تمرکز به وظیفه‌های آینده به هدر نمی‌دهند و هر لحظه و در زمان حال زندگی می‌کنند. البته برنامه‌ریزی مهم است و به زندگی هدف، معنا و نظم و ترتیب می‌بخشد، ولی داشتن برای آینده انرژی مفید را تحلیل برده و از فعالیت می‌کاهد. افراد موفق هر روز طور زندگی می‌کنند که گویا روز آخر عمرشان است و سعی می‌کنند از خودترین لحظه ها استفاده کافی و مفید را ببرند. زمانی که ما یک هدف بزرگ داریم، طبیعی است که در ابتدای راه تکمیل آن کمی مایوس و ناتوان باشیم، اما چنانچه هر روز که از خواب بیدار می‌شویم سعی کنیم کارهای خوب و مفید انجام دهیم. یک قدم به موفقیت نزدیکتر می‌شویم. دوم، این الهام و ایده گرفتن از طریق مطالعه می باشد که مطالعه عزیزان یکی از عامل‌های ضروری برای موفقیت است. کتاب‌ها سرشار از موادها و دانستنی‌ها هستند. برخی از افراد موفق به طور پیوسته روزانه 4 ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می‌کنند. این به آن معنا نیست که ما نیز باید 4 ساعت کتاب بخوانیم، اما بهتر است مطالعه را به عنوان یک عادت فایده آور در برنامه خود جای دهیم تا در راه رسیدن به موفقیت یاد گیریم و ایده های نو به نو را تجربه کنیم. سوم، این اهمیت به سلامتی می باشد. غذایی که می خوریم و مقداری ورزشی که انجام می دهیم برای تمام جنبه های زندگی ما تاثیرگذار است. افراد موفق زمانی را برای ورزش کردن به نظر می گیرند و با این کار هم کمی استراحت کرده و هم برنامه‌هایشان را تکمیل می دهند. آنها غذاهایشان را هوشمندانه انتخاب می کنند به طوری که با غذا خوردن توانند انرژی لازم برای کارهای برنامه‌ریزی شدهشان به دست آورند. چهارم، این برنامه‌ریزی می باشد. چون که ما بدون برنامه باشیم، صبح که از خواب برمیخیزیم نمیدانیم چی کار انجام دهیم و همین امر سبب می شود وقتی زیادی را از دست بدهیم تا مسئله های کاری خود را تنظیم کرده و نظم و ترتیب بخشیم تا آنها را به انجام رسانیم. در حالی که افراد موفق شب قبل از خواب مقداری از وقت خود را صرف این کار می کنند و برنامه های روزی بعدینشان را مشخص می سازند و صبح که از خواب بیدار می شوند الکی برنامه آماده شده را دارند و بدون بیهودی صرف وقت به انجام آنها مشغول می شوند. پنجم باشد عزیزان دل، این استفاده از تجربه دیگران
می باشد که یعنی تجربه زندگی دیگران می تواند الهام بخش زندگی ما باشد. ما می توانیم از اشتباه ها و یا حتی از موفقیت های افراد موفق درس‌های مهمی بیاموزیم و بفهمیم که چه کاری را باید انجام دهیم و از چه کاری باید پرهیز کنیم. اگر بخواهیم میزان پیشرفت خود را با دیگران مقایسه کنیم، به جای درس گرفتن دچار احساس حسادت، استرس و کم توجهی می شویم. افراد موفق باور دارند که میزان پیشرفت هر کس تنها مخصوص خود اوست و مقایسه در این موضوع کاملا اشتباه است. آنها هنگام مقایسه خود را از دست نمی دهند، بلکه موفقیت خود را تکمیل می دهند. ما باوری کامل داریم که بینندگان عزیز از این نوار برایتان یگان مصلحت خوبی را گرفته باشید و با صیفه خرد بمانید تا بهترین ها را ببینید.